در این بخش به معرفی خطوط مختلف میپردازیم. شما باید بانک اطلاعاتیتون قوی باشه نسبت به خطوطی که تا حالا اجرا شده و بتونید اون خطوط رو به اصطلاح ازش استفاده کنید و در کالیگرافیتون ازش بهره ببرید. خطوط مختلفی که داریم، 2 تا خط فارسی داریم که خط نستعلیق و خط شکسته هست. خط نسخ و ثلث هم که عربی هستن که برای کالیگرافی به خاطر سواد بیشتری که دارن و تمام قلم اجرا میشه بیشتر استفاده میشه، بیشتر پیشنهاد میشه. خطای مختلف دیگه داریم از توقی، رقا، دیوانی و حتی سنبولی هم میتونید استفاده کنید در کالیگرافیتون. اولین خطی که لازم بشناسید خط نستعلیقه که ایرانی ترین خط ماست و به عنوان عروس خطوط اسلامی معروفه. به این شکل اجرا میشه. این خط نستعلیق هست که ایرانی ترین خط موجود هست که حروفش بیشتر بر مبنای دایره و بیضی اجرا میشه. البته خطوط نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث رو برای فراگیریش خودتون بهتر میدونید که باید چندین سال ممارست و تمرین داشته باشید. یکی از جاهایی که میتونید این خطوط رو فرا بگیرید انجمن خوشنویسان هست که از دوره‌های مختلف شروع میشه، از مقدماتی شروع میشه تا استادی میتونید این خطوط رو فرا بگیرید که این خط نستعلیق هست. خط شکسته، همین خط نستعلیق رو شما سریعتر و پردورتر و بر اساس بیضی بنویسید و رهاتر بنویسید، خط شکسته اجرا میشه. خط بعدی خط نسخ هست که بیشتر روی خط زمینه اجرا میشه و بیشتر برای کتابت قرآن ازش استفاده میشه. به نسبت خط ثلث سواد کمتری داره ولی برای کالیگرافی میتونه استفاده بشه. خط ثلث اونم خط عربی هست که چرخش های بیشتر و سواد بیشتری در این خط شما میتونید داشته باشید و به خاطر این سواد بیشتر و سیاهی بیشتری که این حروفش به شما میدن، کالیگرافی میتونه با این خط زیباتر نوشته بشه. به خاطر وجود اعراب‌های مختلفی که در این خط وجود داره، سطح نوشتاری بیشتری رو به شما میده. خط بعدی خط تعلیق هست که اصطلاحاً نستعلیق از این خط گرفته شده. کمی به نسبت خط شکسته تخت‌تر هست و حرکت‌های تعلیقی این شکلی درش بیشتر وجود داره. خط بعدی خط دیوانی هست که تقریباً قلم برداشته نمیشه از روی کاغذ و میتونید به این صورت اجراش بکنید. خط بعدی خط رقا هست که کمی تخت‌تره و خط کوفی داریم که اینم برای کالیگرافی بیشتر پیشنهاد میشه به خاطر فضاهای خیلی خیلی سیاهی که به شما میده، فضای خیلی تیره‌ای که به شما میده. خط بعدی خط سنبولی هست که حرکتاش شبیه گل سنبل هست و این شکلی رها میشه. خط بعدی هم خط معلا هست که به نسبت خطوط دیگه خیلی گرافیکی تر
اجرا میشه. نیازی نیست که شما تمام خطوط در حد استادی فرا بگیرید، فقط کافیه که یک حافظه بصری براتون اتفاق بیفته با دیدن خطوط مختلف که کمک کنه به کالیگرافی بهترتون.